دونالد ترامپ چند قبل به عربستان سعودی سفر میکنه و مورد استقبال خیلی گرم و قیمتی سردمداران عربستان سعودی که در ازش محمد بن سلمان قرار داره مورد استقبال خیلی قیمتی قرار میگیره. از این سفرهای ترامپ به عربستان سعودی اینا ما میتونیم کسب بکنیم که کشور عربستان به دونالد ترامپ خیلی قیمتی است، خیلی مهم هست. و گپی جالبی است که ترامپ در سخنرانیش اینا میخواد بگویه که محمد بن سلمان پیش ما خیلی یک شخص معزز است، ما خیلی دوستش داریم، ما مثل محمد بن سلمان شخصی را تا به حال ندیدیم و باید هم چنین بگویه، چون دونالد ترامپ محمد بن سلمان به مثل یک گاو شیری فکر میکنه، شیرش هم میخوره و بس خلاص. و ما در این تصور هستم که هم شیرش هم میخوره، هم اون گاو همون لعنتی به دونالد ترامپ احترام میگذاره و ارج برش قائل میشه. 600 میلیارد دلار در اکانت بانکی امریکا هزینه گذاری میکنه و من به این تعجب میکنم. آیا کشور فلسطین به مثابه کدام کشور نیست؟ آیا تو نمیتونی که در کشور فلسطین سرمایه گذاری بکنی؟ اگر از 600 میلیارد دلار 1 میلیون دلار ازیره در کشور فلسطین سرمایه گذاری میکردی، کشور فلسطین آباد میشه. والله العظیم قسم هست، قسم به الله عظیم که در فردای قیامت مسئول قرار میگیری. الله متعال از تو سوال میکنه که ای محمد بن سلمان، ای بنده، از کجا پیدا کردی پولی که به توسط مسلمانانی که به حج بیت الله میرن از پول مسلمان ها کسب میکنی و به اکانت بانکی امریکا میسپاری. خیلی شرم است برات، ننگ بری تو، آر بری تو، در فردای قیامت مسئول قرار میگیری. و جالبی گپ دی است که محمد بن سلمان وقتی که ترامپ ایره تقدیر میکنه، ایره تشکری میکنه، چنان خوشحال میشه که اصلا قابل تصور نیست. شرم و همون نام، شرم بر همون نامی که بالای تو مانده شده به نام محمد خیلی یک نامی بزرگ است. بجا بود که تو به مثل محمد رهبری میکردی، به مثل پیامبر ما رهبری میکردی. اطفال معصوم غزه از دست گرسنگی هلاک میشن، از دست تشنگی هلاک میشن، یتیم شدن، زنان بیوه شدن. آیا نمیتونستی که تو کمک بکنی؟ جالبی گپ دی است که ما یک مقطعی از مجاهدین غزه فلسطین مشاهده کردم، اونها میگفتن که ما از کشورهای عربی تقاضای کمک نداریم، حسبنا الله و نعم الوکیل، الله معاون ماست، الله مددگار ماست. یک تقاضا داریم از کشورهای عربی، تقاضای ما این است که کمک نکنن بر دشمن ما، علیه ما به همراه دشمن ما کمک نکنه، فقط علمی برای ما کمک نکنه و به همراه دشمنان ما کمک نکنه و مانع امی تحرکات ما نشه و بس خلاص. و الله مددگار ما هست. و بجا هست که ما تو را به نام محمد صدا نکنیم. تو بن سلمان هستی، محمد نیستی. محمد خیلی یک نام بزرگ است، مناسب نیست که بالای تو نام محمد نهاده شود. افسوس بر تو، ننگ بر تو. واقعا تو اسلام، واقعا نام مسلمانان شکستاندی، اسلام منهدم ساختی، مسلمانان شأن و دبدبه و رعبشان از بین بردی. هلاکت بر تو، ننگ بر تو که چون غلامی خبیثی و شخص خبیث میکنی. شخصی که حتی اروپایی ها هم به حالت اسفبار مردم غزه اشک میریزن، اما تو اشک نمیریزی. ننگ بر تو، آر بر تو که واقعا این آیت قرآن کریم بالای تو صدق میکنه که الاعراب اشد کفر و نفاقا. تو مسلمان نیستی، مومن نیستی، بلکه به مثابه امو ابی ابن سلول هستی که گرگ در لباس گوسفند است. و اینا برات میگم که خداوند متعال حتما در فردای قیامت پرسان میکنه که این مالی که تو در اکانت بانک امریکا میسپاری، این مال از کجا به دست آوردی و در کجا خرج کردی.